خب دوستان گرامی، من امروز هم ساعت 5 صبح شدم. بذار اینم روز چندمیم. آخه من دیروز رو یادداشت نکردم. 18 روز 18 ایم. 2 روز دیگه میشه روز 20. سعی میکنم یه خورده ویدیو بیشتر بشن ادیت کنم که ویدیو کم نداشته باشه. قشنگ بریم جلو. من مثلا روزم تو آشپزخونه میام. چه نور زیبایی. سر کلاسم تموم بشه بگی این جلسش خوبه، این جلسش خداست. میام بشت. خب گایز، من رفتم باشگاه، اومدم. آره یکم زود رفتم، ساعت 11:30 رفتم. خواستم زودی تموم کنم که امروز بشینم بیشتر کارامو انجام بدم، یکم بیشتر درس بخونم، برسم یه گیم مثلا رکورد کنم. یه گیم ماما میاد، حالا نه اونقدر، ولی یه گیم خوب دستم خیلی میلرزم. میبینم تو بله. حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. چون مدل‌های زیبایی من دارم. ساعت 5 صبح واقعا اذیت آدم میکنه بخواد بیدار بشه. خستم هنوز. من صبحانه درست کنم بخورم. امروزم خود جمعه هست، روز 19 یوتیوب هم قبل باشه اگه اشتباه نکنم. 19 روزی که من دارم ویدیو میگیرم، ولی 19 تا ویدیو نیست. پس من بدید نمره 20. دو تا کارم داریم، یه رنگامیزی هم داریم، اینم انجام میدیم و میشیم یه دست گیم میزنیم. فعلا آقا برنامه چیه؟ من یه قفس دارم اینجا، یه قفس رو تنگش کنم، یه ضد زنگی بهش بزنم و بعدش هم میریم دیگه واسه رکورد کردن. الانم دارم کور میشم. فعلا دوستان عزیز، همونطور که قابل مشاهده است پاره شد. این چسبیده به هم دستام تمام، دون سفید رنگ پاره شدم. من دوش بگیرم یا بشم یکم گیم بزنم سر حال شم. میبینم به تو قیافه‌ای که میبینید مال رکورد و انجام کار هست. خستم، ساعت 5 صبح بیدارم، پارم. خاطر ما خیلی قشنگ بسوس ایزی مدلو. چجورشو خوشگلی هم زدم. من یه شرحکی میخوام مثلا زمان اشغال کنم. نه جدی بینم یاد کی 2 تا 3 تا 4 تا مهم، یه دونم خود تمرین هستن. 2 تا تمرینه، یه 2 تا رو انجام بدیم بعدش بریم. فعلا گایز چطورید؟ نمیدونم حالا صدام چقدر خوب میاد یا نه، ولی خستم شد. یه خورده کارهای یوتیوب رو انجام دادم، یه چیزی هم برای ساختم. الانم با چرخه اومدم بیرون، یه چرخه بزنیم همین دوره ولی انرژی تخلیه کنیم، بعدش بریم بخوزیم. فعلا اساتید چطورن؟ آقا صبحتون بخیر. ساعت 5 من بلند شدم، با بیدار شدم تو کارها. الانم برای رژیم آشپزی میکنیم. من رژیمم حجمه، چیز نیستم، رژیم خاص نیستم. فعلا حجمو بگیریم برسیم به 80 تا 85 تا خاطر مشکل ازش در میاریم. و یه سر کار بردارم و کارا گواه نامه و احواز و من بیسرا. میبینم اذیت منو میبینی پاره تازه از سر کار اومدم. ببین دارم اینطوری فعلا. ببین منم پاره ایم. برم یه غذایی بخورم، یا میشم درس بخونم، شاید بریم باشگاه. صدا خوشگل هم رخ بکشم. یه لحظه بذارم شاید کشمو داخل این نهاده باشم. الان اکثر یوتیوبرها واو کشمو پیدا کردم. نه نیستش، کشمو گم شده. چرا کشمو گم کنم؟ جدی نمیخوام اینطوری برم باشگاه. بذار کشمو حال نمیده. حالا بگذاریم من یه آهنگ بزنم. نه بزنم. نه من میدیم بچه میخندم از این بوی چه صدات قشنگه. کجاش قشنگه این صدا خوشگل هم رخ بکشم. از کلی جا داره تا قشنگ شدم. داری میگه وقتی دستان خالی باشه، وقتی باشم عاشق تو،
تو بودم هر جا رفتم تو رو دیدم تو سبک شدم تو رویا همه جا به تو رسیدم. I want to die. دوستان ببین 7:45 است. ما 8 تو باش قیمت کردیم. بیلاخی هم برام هم بیلاخی برام خواست بیلاخی کمره. تمام یه بیلاخی کمره. الخام هیشه یو میدونم شاید گوشاتون اصلا اذیت بشه اسکیپ هم بکنید اشکال نداره ولی من میگیرم ویدیوشو میگیرم همه کارا رو ویدیو رو میگیرم آپلود میکنم. من روز 20 یا 20 ویدیو ندارم. غمیونه دوتا چشمونه قشنگ خونه کرده اصلا برگرم شما این کار نکنید من نمیدونم شما خودم کنم هر چیز در دید خودش. شما باز منو نمیبینید ولی من شما رو میبینم. You know that boy because I'm a Batman. کیر منم نیستی. واتساپ گایز امروز روز 21 و 21 دارم ویدیو نداریم. خواستم براتون فیلم بگیرم از محل کار نشد. میدونی چرا؟ چون نه پایه داشتم نه مکان خوبی بود واسه فیلم برداری ولی بعدا یه عکسی فیلم چیزی میگیرم براتون میذارم. ساعت 9:45 است. بریم یه دوش بگیریم بریم واسه گواهینامه رو بگیرم و بعدش میام میشیم درس. فعلا آقا چطوری؟ من گوشیم 24%. کشمون نیست شارژ ندارم بگاه دارم میرم. الانم خوشحالی اینه که امروز روز This is a leg day. Let's go to east. حتی عجیب فیلم لگ تا آرام نگرفتم براتون میگیرم نگران نباشید. فعلا